با سلام به کانال ایمت خوش اومدین. امروز قصد داریم که سوالات کنکور تجربی 1402 که در نوبت تیر ماه برگزار شده در درس ریاضی رو با هم دیگه حل بکنیم. سوال اول مربوط به تعیین دامنه هستش که همونطور که شما میدونید برای تعیین دامنه عبارت‌های رادیکالی فرجه زوج یک تابعی مثل g(x) رو اگر داشته باشیم کافیه که عبارت زیر رادیکال رو بزرگتر مساوی صفر قرار بدیم و این نامعادله رو حلش بکنیم. طبق همین قاعده من صورت سوالی که دارم رو به این شکل بزرگتر مساوی صفر قرار میدم با ضرب کردن طرفین در یک منفی که کارم برای تعیین علامت راحت تر بشه، به صورت در واقع تعویض کردن و اثرش رو به صورت در واقع عوض کردن علامت نامعادله ما میتونیم ببینیم انجام میدم و کافیه که این نامعادله رو حل بکنم. برای تعیین کردن علامت این نامعادله کافیه که من ریشه های صورت رو تعیین بکنم، یعنی f(x) هم که همون صورت هم هست رو مساوی صفر قرار بدم، اما من اینجا ضابطه‌ای ندارم و به جای اون یک نمودار f(x) به من داده شده. مفهوم f(x) مساوی صفر یعنی محل برخورد نمودار f با محور x ها. اگر دقت بکنید در نقطه -2 در نقطه 0 و در نقطه 1 با محور x ها برخورد کرده، بنابراین ریشه های من به شکل -2 0 و -1 در واقع تعیین میشن. اما میرم سراغ تعیین ریشه های مخرج که نکته‌ای که اینجا وجود داره این هست که من نمودار f2 به اضافه x رو ندارم که بتونم ریشه هاش رو تعیین بکنم، اما میتونم با استفاده از مفاهیم انتقال توابع این نمودار f2 به اضافه x رو رسمش بکنم به راحتی. بنابراین کاری که انجام میدم به این شکل هست که من اینجا یه نمودار برای خودم رسم میکنم. شکل نمودار در واقع نقاطی که قرار هست که اینجا تعیین بشه رو ببینید. اگر قرار باشه این نمودار f رو من 2 واحد به سمت چپ انتقال بدم، این -2 انتقال پیدا میکنه به نقطه -4 به این شکل. نقطه 0 میره روی -2، مثلا اینجا -2 باشه و نقطه 1 میره روی -1. با حفظ شکلی که من از نمودار f دارم میبینم، این نمودار رو من میام چیکار میکنم؟ میام رسمش میکنم. بنابراین این میشه اینجا در نقطه -2 من برخوردم رو در واقع رسم میکنم، یه پیک منفی میدم و تا مثبت بی نهایت ادامهش میدم. این الان تابع 2 به اضافه x که گفتم اگر ما نمودار f(x) رو داشته باشیم، نکته‌ای که داشت این بود که اگر شما f(x) رو داشته باشید و بخواید f(a) به علاوه x رو به دست بیارید، کافیه که نمودار رو a واحد به چپ انتقال بدید. اینجا a برای من 2 هستش. خب الان ریشه هایی که من دارم میبینم یعنی محل برخورد با محور x ها هست -4 -2 و -1. تقریبا کار من تموم میشه اینجا. تنها کاری که باقی مونده این هست که باید بیام یه جدول تعیین علامت به این شکل تشکیل بدم که نمودار g(x) رو بتونم تعیین علامتش بکنم. خب اتفاقی که میفته من کافیه که از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت ریشه ها رو از کوچیک به بزرگ -4 -2 -1 0 و -1 رو اینجا قرار بدم و خطهای محدوده رو براشون رسم کنم و در نهایت تعیین دامنم رو انجام بدم. خب من f(x) رو اینجا می نویسم f(x) به اضافه 2 و اینجا هم g(x). خب کافیه که با توجه به 2 تا نموداری که داریم دامنه ها در واقع محدوده ها رو تعیین دامنه بکنیم. f(x) ریشه هایی که داشت -2 هست، 0 هست و -1. بنابراین من فقط این ریشه ها رو نگاه میکنم و با توجه به نمودار f میام تعیین میکنم. قبل از -2 نمودار در قسمت منفی محور هاست. در قسمت -2 تا 0 مقادیر مثبت هستن و بین 0 و 1 اگر دقت کنید باز هم منفی میشه، یعنی زیر محور x هاست و بعد از 1 هم که میبینیم کاملا مثبت هست. اینجای نمودار. بریم سراغ تعیین دامنه در واقع نمودار f(x) به اضافه 2 که من میبینم که اینجا یه ریشه -4 داره،
یه ریشه -2 داره و یه ریشه -1 داره. فقط به این نقاط نگاه میکنم. قبل از -4 میبینم که منفی هستش. بین -4 تا -2 میبینم که مقادیر مثبته و بین -2 تا -1 باز هم منفی هستش. بعد از -1 ببینید بعد از -1 دیگه نمودار من کلا مثبته. خب مثبت منفی مثبت منفی منفی مثبت. خب من دنبال جوابهای منفی هستم دیگه. گفتم نامعادله مقادیر fx تقسیم بر f2 به اضافه x کمتر مساوی 0. بنابراین این برای من جوابه، این برای من جوابه، اینم برای من جوابه. فقط با حواسم باشه در ریشه های مخرج که -4 -2 و -1 بودن من علامت تعریف نشده برای خودم بذارم که اونها رو جزء بازم حساب نکنم. اگه بخوام جوابا رو بنویسم میشه -4 تا -2 اجتماعش با -2 تا -1 اجتماعش با در واقع 0 و -1. اما سوال میگه چند تا عدد صحیح توی این بازه هست. خب اعداد صحیح این یه دونه عدد صحیح که جزء بازه حساب میشه، بازه بسته است، اینم یه دونه. این که هیچ عدد صحیح در این فاصله نداریم، اما در این فاصله بین -4 و -2 یه -3 هم موجوده. بنابراین جواب میشه گزینه اول. خب بریم سراغ سوال دوم که بحث در واقع جزء صحیح هست و سوال ترکیب شده با بحث ترکیب توابع. اولین در واقع کاری که میکنیم برای حل همچین سوالاتی، من میخوام ببینم که اصلا سوال از من چی خواسته. گفته که GOF -5/3 یعنی چی؟ من اگه بخوام اینو بازش کنم یعنی GF -5/3 رو دارم. خب کافیه من F -5/3 رو برم پیدا کنم. F -5/3 یعنی در ضابطه F هر جایی که X میبینید به جاش -5/3 بذارید که میشه 2 در جزء صحیح -5/3 منهای -5/3 که میشه به اضافه 5/3. خب اگر من این عبارت رو بیام سادش بکنم در واقع میشه چی؟ جزء صحیح -5/3 2 تا جزء صحیح میشه -4 به اضافه 5/3 که در نهایت جواب من میشه -7/3 یا همون -2.3. خب اما برگردم سر G. من الان مقدار این رو دارم که -2.3. سوال از من G -2.3 رو خواسته. G -2.3 رو کافیه که در ضابطه G این دفعه بیام جایگذاری کنم. میشه F -2.3 به اضافه F -2.3. خب F -2.3 که میشه در واقع منفی، یعنی یک بار دیگه من بیام در اینجا به جای x ها بذارم -2.3. خب میشه 2 تا در واقع میشه 2 در -2.3 منهای -2.3 که جوابش میشه در واقع -3.7. خب اگه مقدار این بشه -3.7 یه این مقدار -2.3 هم اینجا داشتم، یعنی میشه -2.3 منهای -3.7 که میشه -6. خب در نهایت آخر مقدار کل این عبارت داخل پرانتز من شده -6. پس G -2.3 میشه همون F -6 که در نهایت میشه 2 تا جزء صحیح -6 به اضافه 6 که میشه -6. یعنی جواب من گزینه سوم هستش. اما سوال بعدی در مورد در واقع مستطیل طلایی هست که ما گفتیم که در واقع این بحث گفته که نسبت طول به عرض یک مستطیل 5/4. یعنی مثلا من اگر نسبت طول به عرض این مستطیل اول رو مساوی با 5/4 در نظر بگیرم، از اینجا یه طرفین وسطین ساده انجام بدم، طول میشه 5/4
عرض. خب بنابراین مساحت این مستطیل به شکل 5/4 ایگرگ ضرب در ایگرگ میشه، یعنی همون 5/4 ایگرگ به توان 2 طول ضرب در عرض دیگه. من به جای طول این مقدار معادلش رو قرار دادم. خب اما برای مستطیل دوم اتفاقی که میفته این هست که گفته شده با افزایش طول مستطیل یک مستطیل طلایی خواهیم داشت. خب نکته‌ای که اینجا وجود داره چی هست؟ شما میدونید که نسبت طلایی یا مستطیل طلایی مستطیلیه که طولش 1/618 یا همون 1 به اضافه رادیکال 5/2 برابر عرضش باشه. یعنی در مستطیل طلایی همیشه ما میدونیم که مقدار x ما هست 1 به اضافه رادیکال 5/2 ایگرگ. بنابراین مساحت این مستطیل هم به شکل 1 به اضافه رادیکال 5/2 ایگرگ ضرب در ایگرگ یا همون 1 به اضافه رادیکال 5/2 ایگرگ 2 در میاد. نسبت مساحت مستطیل طلایی به مستطیل اولیه، یعنی من کافیه که نسبت S2 به S1 رو به دست بیارم. 1 به اضافه رادیکال 5/2 ایگرگ 2 تقسیم بر 5/4 ایگرگ 2. خب ایگرگ 2 با ایگرگ 2 ساده میشه و در نهایت من دارم 1 به اضافه رادیکال 5/2 تقسیم بر 5/4 با یه دور در دور نزدیک در نزدیک میبینم که جواب به شکل 4/10 در 1 به اضافه رادیکال 5 در میاد. یعنی جواب من گزینه 4 هستش. این هم از حل سوال 113. خب بسیار خوب. من الان مقدار در واقع یک مستطیل، در واقع رؤوس یک مثلث رو دارم که میتونم با استفاده از این رؤوس مثلث مساحت مثلث رو به دستش بیارم. مساحت این مثلث من میشه، چون یک پارامتر مثبت هست، قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2 که من اینو میام به شکل در واقع 1/m² طول قاعده ضرب در ارتفاعش هم که m هست تقسیم بر 2 می نویسم که خود سوال گفته این مقدار برابر با 3/4. اگر شما این در واقع تساوی رو حلش بکنید، مقدار m'i که به دست میارید مساوی با یا 3 میشه یا -1 میشه. خب اما سوال گفته طول رأس سهمی. شما میدونید که اگر بخواید رأس یک سهمی رو به دست بیارید، رأس سهمی فرمولش هست -b تقسیم بر 2a که اینجا میشه m تقسیم بر 2. یعنی چی؟ یعنی طول رأس سهمی میشه m² که اینجا m من 3/2 هست. نگاه میکنم در گزینه هام نیست، اما میرم سراغ انتخاب بعدیم که m² با قرار دادن m مساوی -1 میشه -1/2 که در گزینه ها میتونم در واقع گزینه 4 رو به عنوان جواب انتخاب کنم. بخش دوم ویدیو رو از دست ندین. موفق باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.